ای ساربان آهیستران آرامی جانم می رود. خوب شب بخیر دوستان مهربان، قرار داریم در 200 چندم کیلومتری راهی مسکو قزاقستان برای 7 برادری که از دنیا گذشتن الله رحمت و مغفرت کنه. برای همه چند روز دعوت داریم، 2 کس روان کردیم، 5 کس دیگه انشالله پگاه میگیریم، رویش میکنیم به خواست خدا انشالله. چی گفتنی؟ مراجعت من به تمام شخصانی که گرانیت میزنن، مراجعت من به خزاین هاشون که 2 ماشین 5 ماشین 6 ماشین داره. پروردگار از او قدر بسیار تومتیه. التماس مجلس بگذارونه، خواهش کنه. میدونم مرگ زندگی در دست الله هست، اما احتیاط نمی حیات. خواهش میکنم بگی آهسته های کنم، والله قسم چنان های میکنن که یک خدم بچه می خدم دیدم، کسی دیده و نمیدونم. با شخصایی که گرانیت میگذاره التماس شفیرو را نگه حرکت که من پرابلم دارم، مقصد در خونم حرکت که فقط التماس احتیاط باشه. التماس صد التماس. با شخصایی که در اواریه ها میغلطه اگه با قضای الهی مقصد بعضش میگذره بعضش میمونه در ها. من از دیگر تاکسیایی که بعضیش میگذره قرار بسته ما مسلمان هستیم، تاجیک هستیم، قرار بسته در اون حالت شخصی که در اواریه غلطیده یا که خزینه که ماشینش اواریه میغلطه 5 کس 7 کس 3 کس میبره، یک حالت شوک و وسسته‌ای در بر او برادر باشه، سرجم شه. حتی در گروپ ها میپرتن کرده که خیلی پرتوی 500 روبل 300 روبل چی است؟ میشینی در یک کافه تا 5000 رو میخری، وای حقی ته است، وای در کیسه ت مبلغی ته است. پروردگار آشد شوه. اما در بر برادرها بسته سرجم شه. مثل قرقیزایی که یک مشکلیشو میشه در گرانیسه 5000 و 10000 در او کارتا میپرتن که مثل ما مقصد بلاگیرو را فیراد نکنن، دیگه گردن کج نکنن، بین اختون حل کنی. خواهش میکنم تنها نگذاره در حالتی که اوریا میغلطه یک برادری تاجیک ماشینش مقصد اخیرش 3 ماشین 5 ماشین داره، یا ماشینش میغلطه در اوریا او بچه در شوک و سستانه فکری مرده را کنه، فکری او کسلی های بالنیسه بردگی کنه. سرجم باشیم. خواهش میکنم مجلس بگذارن، همچو یک مسلمان، همچو یک دادر تو، همچو یک برادری مسلمانی تاجیک تو من خواهش میکنم. من با نصیحت هیچ کار نیستم، اما چیزی که دیدم خواهش میکنم نصیحت کنی، آرام بره بیه. برادرانی که تاکسی گرانیت میگذاره انا کی هم گروپ ها تو پرتوی خداوند رحمت و مغفرت کنه، گذشتگی را بیماری را شفای کامل پروردگار وطن عزیز ما را آباد کردن و مردم تاجیک ما را سرجم و سربلند. السلام علیکم و رحمت الله. قدم تسخر رسیده باشد بخشش. خدا نگهدار. ای ساربان آهیستران کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او، گویی که نیش دور از او در استخوانم. داو کبود چی بود؟ مرده بود؟ گفتم بنای رنگ و فسون پنهان کنم ریش درون، پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود. محمل بدار ای ساروان، تندی مکن با کاروان، کس عشق آن سروی روان لنگر داری و در چی رفت؟ او ماشین داری آزمیا او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم برگشت یاری سرکشم، بگذاشت عیشی ناخوشم، چون مجمر پر آتشم، که سر دخانم می رود. با آن همه بیداد او، وین عهد بی بنیاد او، در سینه دارم یاد او، یا بر زبانم می رود. باز آیو بر چشمم نشین، ای دلستانی نازنین، کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می رود.
شب تا سحر می نغنوم واندر ز کس می نشنوم وین ره نقاصد می روم کز کف اینانم می رود گفتم بگیریم تا ببین چون خر فرو ماند بگیر وین نیز نتوانم که دیر با کاروانم می رود صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من گرچه نباشد کار من هم کار از آنم می رود در رفتنی جان از بدن گویند هر نوع سخن من خود به چشمی خویشتن دیدم که جانم می رود سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی وفا طاقت نمی یارم جفا کار از فغانم می رود دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه ببارد ای بوی آشنایی دانستم از کجایی پیغام وصل جانان پیوند روح دارد سودای عشق پختن عقلم نمی پسندد فرمان عقل بردن عشقم نمی گذارد باشد که خود بر رحمت یاد آورند ما را ورنه کدام قاصد پیغام ما گذارد هم عارفان عاشق دانند حال مسکین گر عارفی بنالد یا عاشق بزارد زهرم چو نوش دارو از دست یار شیرین بر دل خوش است نوشم به او نمی گوارد پایی که بر نیاید روز بسنگ عشق گوییم جان ندارد یا دل نمی سپارد مشغول عشق جانان گر عاشق است صادق در روز تیر باران باید که صد نخارد به حاصل است یارا اوقات زندگانی ایلا دمی که یار با همدمی برآرد دانی چرا نشیند سعدی به کنج خلوت